دوستان عزیز، امروز میخوایم با یک از دانش آموزای معرفت صحبت کنم. شما خود معرفی کید. نامت چیه؟ علی. فامیلیت چیه؟ محمد علی. خب بعدش در کدام مکتب موری تو؟ مکتب معرفت. اونجا چی مضمونا رو درس میخوانید؟ مضمونای دری، ریاضی، ساینس، اجتماعی، انگلیسی، پشتو. خب در کدامش زیاد علاقه دارید؟ ریاضی قوی؟ ریاضی رو علاقه دارم. خب ساینس و پشتو اینا چی رقمه؟ انگلیسی و اجتماعی. خب پشتو رو خوب یاد گرفتی؟ پشتو رو دقیق یاد نگرفتم. مقصد میتونی خود بگید پشتو چقدر یاد؟ زمانم علی ده، زما پلار محمد علی ده. زه پیزون ټولګی کې درس وایم. زه په معرفت عالی لیسه زده کوونکی. آفرین. انگلیسی چی رقم خوبه؟ انگلیسی. What's your name? My name is Ali. What's your father name? My father name is Muhammad خود Ali. کامل خود معرفی کده انگلیسی. My name is Ali. My father name is Muhammad Ali. My last name is Muqaddasi. My grandfather was Ali. Where are you from? Are you from Afghanistan? I am from Afghanistan. آفرین. خب صنف چندم هستی شما؟ پنجم. از معلمای خود راضی هستید؟ خوب درس میگه در معرفت؟ آره. امسال نمره چندم شدی؟ امسال 2. آفرین. در امتحان اخیر چند همهش رو بست بردی؟ همهش رو. آفرین. خب تشکر دیگه. خدا حافظ.